بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله سال آینده سفر دارم، انشاءالله سال آینده ماشین میخرم. اگر شما گوش انداخته باشین، در سخنرانی رئیس جمهور گوش کردین کلمه انشاءالله استفاده میشود. چندین بار ما با گوش خود گوش انداختیم، رئیس جمهور گویم 2 کرت حاجی است. الحمدلله این خوب است، برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت‌هایی که دارد باز همین خدمت‌هاش زیادتر بگرداند. در کلمه، در جمله رانی‌هاش کلمه انشاءالله را، جمله انشاءالله را استفاده میبرد. انشاءالله، انشاءالله. و زیرا میداند که انشاءالله وقتی که گفت هر یک چیزی که میخواهد او البته چی میشود؟ برپا میشود. به این خاطر شما هم دادرای عزیز در برابر این تفسیر سوره ضحی این جمله را هم همیشه استفاده برین. انشاءالله هر چیزی که میگویی، هر سخنی که میرانی، انشاءالله را همراه خود استفاده ببر. انشاءالله همه کارهای شما چی میشود؟ خوب میشود و نقد میشود. انشاءالله نگین. یا مثال در بعض جمله هامون مثال الله اکبر نمیگن، باز خیلی یک جمله دیگر استفاده میبرن که مثال اونم معنی نمیدهد، ولی از یادم رفت. مثال در جای کلمه الله اکبر الله اکبر، اینا بسیاری وقتی دعا میکنن الله اکبر میگویند. این الله اکبر نیست، این بله چی است؟ الله اکبر. حتی کلمه نصیبی که شما میگوین نصیب باشد، همین معنای نصیب باشد معنای انشاءالله است. لیکن شما در جای نصیب باشد انشاءالله را استفاده برید. این بهتر و این البته فایده آورترش این است که انشاءالله، یا اینکه اگر زبانتون در انشاءالله هم که نگشت، در چی گوین؟ اگر خدا خواهد یا خدا خواهد. انا همین جمله ها را استفاده برین. هر کاری که دارین البته به البته خداوند و نیک میگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. صدق الله العظیم. این آیت‌های مبارکه که تلاوت کردیم از سوره توبه است. خداوند در این سخن خود در این آیت‌های کریمه به ما و شما میرساند. چی میگوید؟ میگوید مسجدها را کسان آباد میسازند، کسان برای آباد کردن مسجد کوشش و غیرت خود استفاده میکنند که ایمان بر خدا دارند، ایمان به قرآن دارند، ایمان با پیغمبرها دارند، ایمان بر روز قیامت دارند. این گونه شخصان در دنیا گفت خداوند مسجدها را آباد میکنند. و اقام الصلاة و آت الزکات. خداوند میگوید باز اینها کسانی هستند که نماز میخوانند، اگر مالدار باشند از مالشان زکات میدهند. ولم یخش الا الله. این کسانی که آباد کننده مسجد هستند، خدا میگوید کسانی که ادا کننده نماز هستند، کسانی که ادا کننده زکات از مالشان هستند. ولم یخش الا الله، بجز از خدا از کسی نمی ترسند. در دوام خداوند چی گفت؟ فعسا. عسا اگرچنده که معنای رجا را می دهد، معنای امید می دهد، لیکن ابن کثیر در تفسیر خود میگوید که هر یک عصایی که در قرآن آمد فهی واجبتون، این معنای وجوب میدهد. میگوید یعنی کسانی که آباد کننده مسجد هستند،
اینها را خداوند میگوید که البته به البته کسانی هستند که هدایت یافتگی هستند. خوش به حال همون کسانی که آباد کننده مسجد هستند و در پی آبادی مسجد هستند، کمر همت میبندند، دولت و ثروت خود اگرچه در جان خود، در فرزندهای خود یا در حق فقرا و مساکین هم که اگر استفاده کند، باز یک قسمتی او را برای آباد کردن چه مسجد محله چه مسجد بیرون از محله استفاده میکند. خوش به حال این گونه بندگان ثروتمندی که دولت خود برای آباد کردن مسجد استفاده میکنند. زیرا پیغمبر خدا که حدیث متفق علیه است میگوید اذا رأیتم رجلا یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. شما میبینید یک مرد را که برای آباد کردن مسجد یک حصه دولت خود جدا میکند، یعنی مادامی که ما نزد همون ثروتمند میریم و شکایت از مسجد میکنیم، کمبودی های مسجد در پیش او بیان میکنیم، اون دولتمند، اون ثروتمند چیکار میکند؟ یک قصه دولتی خود جدا میکند، میگوید اینو برده برای مسجد صرف کنید. پیغمبر خدا گفت وقتی این گونه دولتمند دیدین فاشهدوا له بالایمان، همه شما گواه باشید که وای ایماندار است، وای آدم ایماندار بود که پول جدا کرده گفت رفته برای مسجدتان استفاده کنید، برای آباد کردن مسجدتان خراجات کنید. من بنا مسجدا یذکر فیه اسم الله بنى الله له بیتا فی الجنه. پیغمبر خدا که این حدیث ابو داود روایت میکند میگوید کسانی که اگر در دنیا مسجد را بنا میکنند لکن فقط و فقط از برای خدا بنا میکنند، برای ریا نی، برای که نام او در روی دنیا مشهور شود نی، بلکه برای آن بنا میکنند، برای آن سهم گذاری میکنند که ذخیره آخرت شود، ذخیره قبر شود. اگر برای این مسجد بنا کنند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند خداوند در عوض این مسجد بنا کردهش در جنت برای او خانه بنا میکند. اگر باور کنین در دنیا ما و شما اگر از یک لای یا از یک گشت خام اگر یک مسجد را بنا کنیم یا حصه گذاری کنیم و همان مسجد بی آرایش که اگرچه آرایش مسجد، زیباگی مسجد این قومش است، اگر یک مسجد بی آرایش هم که تیار شود، خدا میگوید در جنت چنان خانه برای تو نصیب میگردانم که ولا چی است پیغمبر؟ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پیغمبر خدا میگوید وقتی که ای انسانی که تو اقلا $100 یا $1000 یا یک سامانی برای آباد کردن مسجد صرف میکنی، در او هیچ زقش پیدا نمیکنی، برای او بخیلی نمیکنی، اگر تو در یک ساعتیخ مسجد ساخته باشی من اینو به 100 ضرب میکنم، در 100 ساعتیخ برای تو خانه تیار میکنم. چخیل خانه تیار میکنم؟ خانه که چشم تو این گونه خانه را دیدگی نیست، گوش تو این گونه خانه را شنیدگی نیست، حتی اگر تو تصورم کنی تصوری تو غلط است گفته است، او در تصورم جای نمیگیره. برای کیها؟ برای کسایی که نزد دربارش میریم، برادر امروز خدا تو را دولت داده است، سهولت داده است، کاری کن که مسجد ما را آباد کن، کاری کن که برای خود در آخرت یک ذخیره شود. وقتی اون برادر همت میکند، اون برادر ما و شما را خوش قبول میکند و مقصدهای ما و شما را حاصل میگرداند و در همین بشارتهای پیغمبر خدا داخل است. رسول اکرم میگوید ان للمسجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مرضوا عادوهم و ان کان فی حاجة اعانوهم. این حدیث پیغمبر خداست. گفته است مسجدها به خود میخها دارد. همین قومی که در مسجد نشسته است اینها میخهای مسجد هستند.
و رسول اکرم گفت هر یک مسجد به خود ملائکه ها دارد، یعنی در همین داخل مسجد ما پر از ملائکه های خداوندی است که در پهلوی هر کدام شما این ملائکه نشستگی هستند. هر آدمی مسجد به خود ملائکه داشته است. این ملائکه ها چیکار میکنند؟ ان غابوا یفتقدونهم، اگر شما مبادا به یگان جا سفر کنید، سفر دوشنبه کردید، سفر روسیه کردید، یفتقدونهم، این ملائکه ها همراه شما را جستجو میکنند. اینا پیغمبر گفتند. و این مرضو، اگر مبادایی که بیمار شدید، در بستر بیماری خوابیدید، اعادوهم، اینها شما را خبرگیری میآیند. این ملائکه ها در بالای سر شما می نشینند، شما را خبر میگیرند. و این کان فی حاجت اعانوهم، اگر شما در یگان حاجت دنیایی یا حاجت دینی برایت، پیغمبر خدا گفت این ملائکه هایی که در مسجد از آن شما هستند، اینها شما را یاردم میکنند. صد افسوس که بنده اینا نمیبیند. همون حاجت مشکلاتی که دارد و وقتی که حاصل می شود و از برکات همون ملائکه مسجد است که شما را یاردم میکند. جلیس المسجد علی ثلاث خصال، پیغمبر در رام همین حدیث گفتند نشستن در مسجد، آمدن در مسجد از 3 فایده خالی نیست. 3 فایده بینین اینا چیا هستند؟ یکم گفتن پیغمبر خدا کلمت محکمت، یکم شما در داخل مسجد وقتی که می روید سخن خدا را میشنوید، از این شما فایده میکنید. یعنی امر معروف و نهی از منکر را میشنوید، سخن پیغمبرتان را میشنوید. این یکم فایده ای که برای اهل مسجد است. دوم اخ مستفاد گفت از پیغمبر، با برادرهای دینی خود ملاقات میکنید و آن مشکلات های دینی و دنیوی که دارین اونا هم حاصل میشود. سیوم چی گفتن؟ اگر مبادایی که برادرت قطع روپرو نشدی، اگر مبادایی که در مسجد آن امر معروف و نهی منکر نباشد، سیومش البته شما مبتلا میشین. رحمت منتظرتون، پیغمبر خدا گفت با اینها گفت رحمت خدا البته میبارد. اگرچه امر معروف نیست، اگرچه با یگان برادر اسلامیت ملاقات هم که نکردی، لیکن از سیمش البته تو برخوردار میشه. این رحمت خداست که به حق شما میرسد. در آخر یک حدیث که خیلی بشارت زیاد و بی نهایت خرسند آور برای امت اسلام است که از زبان پیغمبر خدا حضرت ابی امامه شنیدن و راوی این حدیث هم ابی امامه است، من به شما میرسانم و بعدا انشاءالله به سوال و جوابی که نزد من هست میپردازم.